اومده با من بالا به خاطر اینکه بهش غذا دادم. اولین بار میبینمش. از خیلی از آدمایی که بهشون محبت میکنی و جواب محبتتو با بدی میدن، این حیوونا پاکترن، واقعا پاکترن. برای یه روز تعطیلات آدم باید یه همچین جایی بیاد تا انرژی منفیش از بین بره. فوق‌العاده است. انقدر که با طبیعت حال آدم اوکی میشه، فقط میتونی بیای کنار رودخونه، انقدر آرامش بگیری که حالت